ازدحام خشمگین با نیروهای امنیتی ازبکستان زنازنی دارد. فردی که این نوار را در شبکه‌های اجتماعی جای داده است، اصرار می‌ورزد که هدف حمله اعتراضگران رئیس ولایت فرغانه شهرت غنیف میباشد. ولی سخنگوی غنیف این ادعا را رد کرد. در این نوار کرته او بهتر نمودار می شود. ظاهراً این همان کرته می باشد که شهرت غنیف اثنای زیارت از منطقه سوغ، جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرقیزستان در تن داشت. خوب، من به خانه برمیگردم. وقتی برگشتم فرمان میدیم که مرز بسته شود. شما همین را میخواهید و من همین کار را خواهم کرد. منطقه سوخ ولایت فرغانه جزیره قلمرو یا خود انکلاو در داخل خاک قرقیزستان است که باشندگانش اساساً تاجیکانند. 31 می و 1 ایون بحث روی استفاده آب یک چشمه و زنازنی میان ساکنان سوخ و باشندگان دهات مرزی ولایت بادکند قرقیزستان مبدل شد. سفر غنیف به این منطقه تشنج را افزایش داد. در یک نوار خود غنیف اظهار نموده است که از ضرب سنگ جراحت برداشته. کسی به طرفم سنگ انداخت. زخم جدی برداشتم. جنجال بعدی پیام آتش برانگیز سر زد که به غنیف مربوط دانسته می شود. نواری آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. میدانید ما به دهه جنجالی سوخ چیکار میکنیم جناب فرهاد؟ ما آن را از خریطه نیست میکنیم. 1 ایون سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف به سوخ سفر کرده از غنیف خواست با مردم محل مراسا کند، اما ازدحام استعفای او را در میان گرفت. غنیف kelib bir yerda yana bu xaritada o'chib tashlandi. بحث سوخ حالا از بین نرفته است، ولی اکنون با حل این بحث احتمال کسی دیگری مشغول شود.